سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم خیلی السلام. برادر سوستین تشکر. الحمدلله خوبه. کار و بار زندگی چهل همش خوب. الحمدلله چه خوبه. نصرنا نیسته تینجی چه مردم نه دست کلی نکدو فکر نمیکند. نه مزم نبود. یا کم ترک یا اپراتسیا خوردگی بودیم و همین خاطر کم ترک ممکنه خیلی خسته میتابون نکی. الحمدلله خوبه. خوب شویتان خوب شویتان. حاضر یک بچه نو در آمد حرکت کردم در آمده نتانستم همین بچه با پراستت ما تاجیکستان به هر حال ملت ما زندگی میکنیم. جدا انداختن این ملت گنده پلان ملت گنده گفته من نمیفهمم. من یک تاش ازبک زبان هستم چم همین تاجیک من خوبتر مبارزه میبرم. گپ راستش میگم. در کار نیسته که جدا انداختن در کار نیسته. من خودم لیش نه چیستا تاجیک نیستم. زبان تاجیک رم اقا گپ زده نمیتونم. اولای بلای میکنم فهمانده میتونم چی همین چیستا کراونه من نیستم. من ازبک زبان هستم چیستا کراونه. اتک زبان شما که گپ زده نیستم. برای نه زبان تاجیکی کتی زبان دولتی کتی اینجا برآمده جدا نه اندازین در کار نیستی. ازبک گنده روز گنده انگلیس گنده پلان گنده تو خودت کی هستی؟ برای یک لقمه نان میری لپای کارا میکنی برای یک لقمه نان استفاده برداست. برای نه تو گفتی استفاده برداست. استفاده نبرن خودت اصلاح کن. برای یک لقمه نان ملت خودت نفروش. برای یک لقمه نان ملتت نکش. برای یک لقمه نان تروریستا به کش نشو. برای یک لقمه نان امنیت به هیکو گوشت به تکر میزند که همین به نه لوش کش به همین ممین خوب میشی. نه برای حقارت دشنان تا کی من نمیفهمم. تا کی دشنام میکند تا کی حقارت میکند استفاده میبرد اسنسون میکند من نمیدونم برای چی. ما برای همون برآمدیم همین را تحقیر دشنان این خوره گوش میکنیم گفته برآمدیم. من نفهمیدم. ما هر حال ملت داریم. برای نه ازبک هست قرغیز هست قزاق هست روس هست هر حال ملت داریم. برای مگر همه ما گفته روی ما کنم این خیلی نمیشه دخوری. دشنام حقارت تحقیر نیسته. مردم باید همین جدا اندازه کند. اگر مخالفت جمع نشود مردم کجا رود کجا نگه کند کی را دستگیری کند سوال دستگیری نمیکند. این خیلی شده انگیره دیگر ما مخالف یک جای شدن نتونسته استیم. برای همینجا پرابلم ما یک دیگر باور نمیکنیم. همین پرابلم ما. برای اون که میگیم که این گروه من این گروه یک تاش میگه کلان میگه یک تاش میگه گروه میگه یک تاش میگه همین قبیله خودش میگه. همین پرابلم ما. این کی ساخت؟ امام علی ساخت. پشت همین ما رفته استیم. کار همین امام علی ما دوام داده استیم. همین چیز خورا نیست کرده ما یک جای شده نمیشیم. برای همون میبراید تحقیر میکند دشنان میکند جدا میاندازد. همین خیلی کارها بسیار میشود. ما همین چیز خود مانده نتونستیم مخالفای خودمون را. من نمیدونم برای چی این طرف میبراید اسی طرف میبراید تا کی شما مخالفا برنامه میکردگی ها برای چی یک جای نمیشتن؟ برای چی یک تا برنامه نمیکنید؟ یک تا برنامه یک تا سری برنامه برای چی یک نمیشید؟ محمد اقبال ماندگی حزب نهضت هست پیمان ملی هست گروه 24 هست همش برای چی برنامه نمیکنید تا یک جای شده؟ مردم برای چی ما یک جای شدیم بیایید انگویید برای چی نمیکنید؟ سوال
اینا کلان شد می. من میخواهم که اپا جان همه ما میخواهید در برنامه بریم صحبت بکنیم نکی متاسفانه دیگه من ایگه پا نمیگم که بیا یک جای بشه. این مردم خودش انتخاب بکنه کدام یا میخواه مردم برو. ما باور که به همش زنگ زدگیم چندش به قب کردگی نیستم بگیم که به همو بگیم طرفداراشون که به همو مسئولاشون رساندگی ما یک سری مسئله بیایم. متاسفانه من جواب نگرفتم، جواب رد قریب به همش گرفتگیم که این کاری غیر امکانه که مقصد این مردم همش در برنامه بیانه. اینجا هدف مردم من پروسه نمیخوام برای مردم مخالف یگان چیزی بگم. پروسه من نمیخوام بگم که ما اگر همیشه رفتن بگیریم رحمانوف در تاجیکستان ولست میرم ما اینجا بین همدیگر ما یک کارای کرده شد یا این مخالفای ما که باور بکه میگم دستم بتکم با برام بگم که رحمانوف بیا من ببخش هرچی من خطا کردم در امیر عبر مدن بعضی موارد هم به دلت میمونه که باور بکه مردم دوره مردم مخلصی همین مخالفا میخواه که همین رژیم این برود رژیم دیگر بیاید. نه که وقتی که مثال ما اگر یک جا باشیم همین آدمایی که مخالفیم بچه هستیم یک برنامه من نیایم من بگم که تو به فلان جوره من آماده‌ام برم یگان مشکلی نیست برم اساسش صحبت میکنم بیا یک برنامه بسازیم یک کس بگیم همه مخالفا بگیم یک استریم بگذاریم که بگیم 24 ساعت باشد 24 ساعت 12 ساعت لااقل باشد یک ساعت گپ زن یک ساعت من میام بالا ما را قبول مینم یک ساعت اپای جراس میمونیم بشینم مردم قبول کنم دیگه بعد مردم میفهمه که او این مخالفا از چی یک جا شدن چی گپ میشود انا هی گپ میگویه همه دست کنی چی نمیاد بعد شما میبروی میگه که بیا یک جا کنش نه دستی من چی نمیاد من در تنهایی چیکار کردم میتونم لوبویتا خدمت که نباشه باید خود توقف دگی چیکار میکنی یه بار بسه سوال بکنم هیچ کار کردن نمیشه. یک جایی ما را جدا انداخته همین درجه را آورده که امام خودش میشه جدا انداخته میبرد پشت پنجره جدا می اندازد میبرد میکشد جدا می اندازد این طرف کارش حل میکند. برای چی جدا انداخته اینش بدای میگد اینش جنگ می اندازد یک دیگرشان یک تاش میگد خودنده یک تاش میگد همین پامیر یک تاش میگد همین کد بادامی یک تاش میگد نباشد دیگری همین خیلی جنگ می اندازه یک دیگر بینه برای همون چیزی می بیاید میانه بدبینی همین چیزها بین رفتن در کار نیسته. ما یک ملت هستیم ما تاجیکستانی بجا زندگی میکنیم پاکستان برای نه فرق ندارد کی هستی فرق ندارد کدام ملت هستی بجا زندگی بجا تولد شدی تاجیکستان значит تو تاجیکستانی هستی. مقصدت چی؟ مقصدت برای فکر خودت می یا نباشد اهل عائله خودت می یا نباشد هیکو دیگه پلان داری می یا وظیفه می چی؟ پلانت چی؟ همین چیزا اکریت گفتن در کن من این راه من همین چیزا انتخاب کردم من برای همین راه من همین چیز من بدر کن گو اکریت گفتن در کارای من به وظیفه در کار من به پلان در کارای من مردم من به در کار نیستی بود نباشد اگر برای چی یک جای نمیشه این خود نمیدونم نفهمیده استم نه گروه 24 نه حزب نهضتش نه پیمان ملیش من نفهمیده استم این چی پرابلم دارد برای چی یک استال آمدن نمیشند برای چی значит اینها نمیخواهند یک تا شدن گفتن در کار همین چیزا ما نمیخواهیم ما میخواهیم که پلان وظیفه پسوان وظیفه گاهی ما جدا شدن هم میخواهیم
گوه اکریتا برای چی نمیگویی تانو فقط همین گوش مردم لفشه زدنی زدن برای چی لفشه میزنی همین قصال لفشه زده اومدین مردم فهمید مردم تپوینه اوجه داغونه مردم فهمیدگی شما یک جایی نمیشین مخالفا چقدر مردم گفتن در کار چقدر مردم مردن در کار آچرت شما با بیاید اگر حزب نهضت پیمان ملی گروه 24 آچرت شما با بیاید اگر همین ممنت میتینگ هم میکنی همین زبان که تهی کلی بایکوره کده استی مردم با آمدگر خب همه مردم هایکو همه جا به سرسان سرگلدان کشتاز با برآمده با نقل میکنی افسانه گوش مردم بزده تا کی پول در کار باشد میبرایی مردم هم میپرسی یاردم کنی تا گفته مردم یاردم کداست اپشت مردم بلگدر مردم زندگی خوشرای کرده زندگی کدی تا مزده کدی تا امروز مردم خواستاست که بیایتن یک جای شویدن برای چی نمیشوید تا همین چیز سوال کلانه جواب نیسته نمیگد اکریتا نمیگد بیایتان ایلی گویتان نمیشیم گفته ایلی میشیم گفته هایی که میخیزد آدم هایی که یک جایی میشد شخصی پرابلم داری تا می شخصی خصیمت داری می چی داری این رهبر یکیم اچرت آینده ملت گفته که آدم ملت پرابلم خودت شخصی خودت این طرف میگن داری تا کی اجداد داری تا اهل عائله شما مردن اجداد داری من اچرت این هم میبیاید نزدیک موندگی این هم اچرتش میبیاید همین من یک جایی میشیمی من نفهمیدستم وای فرزندم مرد وای پلانم مرد گفته بعد میبراییمی بیایتن یک جایی شویم گفته هر یک تایتان ببرد همین من میبمی چی اجداد داره من نفهمیدستم همین چیز اجداد دارین می این چیزش هم ممکن شود حتما میشود شما حاضر مرا شم ببینید تو برای چی که من اکریت یاد میزنم اکریت کلتکوات میکنم برای اون کی من کلتکوات نکنم شما را دیگران نکدوس چیکار کنیم دیگران نکد از ریال من همه را هایتو یخل هستیم دورونم بیرونم هایتو سیز کلاس یخل همه جای با ترس تا کی دورون ترس کشوی نخوی بکشین بیایی تا نخوی همجم شدن در کن یا نباشه غلام شده مرده میره مرده مرا سگ نگه نمیکند همین خیلی غلام شده مرده رو باور کنه افغان نگاه بکنه که همه شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنی باور خیلی دلت میمونه بعضی مخالفای ما یک کارها یک گپ‌ها را میگن که باور بکن میگم که پروسا میگم که همخه به خدا حرک بکنم هم ایتسا برم پروسا بعد باید خیلیش میخواستم ما را نصیحت میکنن که شما این خیلی گپ‌ها را باید نگین خیلی کارها را باید نکنین که خود شانه نگاه میکنیم باور بکن میگم که پروسا میخواهی که بحث بکنیم برد این مردم بیای سر یک مسئله بیای ما اگر سر یک مسئله نمیویم ما اگر همین مخالفا در برنامه جمع شوند بگن که برادرای عزیز ما همین روزیسه هممون هدف یک رحمان فا یک طرفه منیم باور بکنید همین 3 ماه ده همین مردم تاجیک ما را دستگیری میکنن ما میریم رحمان فا چپا میکنیم 3 ماه زیاد نه باور بکنید بچه من خودم ای فرا یا خودم توقف کردم که مردم بیا یگان کار بکنیم محمد اقبال اوس اشورف اوس سلمان پارتیزان بگیم که هر آدمی که داره بگیم برنامه داره همنا دعوت داره به خودشون مردم خرگوم زدگی نمیتونه که کدمی ما را بکنه کدمی منو باور بکنه و همین خاطر باید اگر ما مخالفین هممون یک جا باشیم زنچه میگه اینا همش میگن چی فرق داره که من در الماس آواز بتونم که در ایش دوایش همشون هدف یک دیگر رحمان سرنگون کردن زنچه تمام بعد دیگه اینه گپایی که مثال یک آدم میبره یک نفر گنده میکنه مثال این چیزا این میروند دیگه بگیم که اگه مشکلی دیگه در بین مخالفون نمیشه باز یک نفر میبره نمیدونم یک آدم یک چی میگه
فلان انسان برآمد در برنامه شما فلان انسان یک گپ گفت. خیلی وقتی که ما یک جای باشیم یگان آدم یگان چه گفته نمیتونه، برای که میدونه که اینا یک جای هم باز یک آدم برای میگه فلانیش بزن ای بچه من چی میگم؟ من مجبورم که یک گوش بکنم. انا اون طرف بعد من میخوام زنگش بزنم میگم که میگن که تو بزی که من در کار میکنی او آدم را جواب ندیه مثال ایگنور بکنه بعد من چی فکر بکنم؟ به همین خاطر دعوت من بازم همینه که ما یک جای نشیم، همه کسا یگان کار کرده نمیتونیم. به تنهایی هر یک کدومون رحمانوف میکشه میدزه میبره قتل بینه زندان مینه. باور بکنید بچهش میاد بعد بچهش نظیرش میاد تاجیکستان پادشاهی میشه میروه. نه کودکای ما مکتبی درس نداره. یک نوار گذاشتم که در عصر 21 بگیم که ما در تای پلسکه کودکای ما بگیم که مکتب میخونن. در یگان دولت روی دنیا باور که هیچ چیز نیست. ای بچه تاجیکا شما یک بار در باره همین بگیم فارس تاجیک همه بدون معلومات بگیره مردم. همین چیزایی که هست در همین دنیا بگیم که همینا را کو همین مردم فارس و تاجیک پیدا میکرده. ای بچه کانالیزاسیا در همین دولت‌های اروپایی و آمریکایی همه جا همینا در دور سامانیان همین چیزا بگیم که فارس‌ها و تاجیک‌ها پیدا میکردن که چه آوی حاجتخانه و آوی بنیه چه چرستای زمین را به یک کلاب روه یا که یگان به یک چیز چیزکر برآورده بگیم همش یک جای تازه کنی. این چیزا را این مردم یه بچه ما همه دختری اویتسینه این یگان کسی دیگر نبود. امروز ما رو آوردن چیکار کردن؟ اومده ما یا که تروریست شدیم یا که جمشید روشن شدیم یا که نمیدونم هزار نام دیگه امروز دارن سر ملت تاجیک میزنن. یک کس صدا بلند نمیکنه. یک چه اگه بگوی میگن که او انسان بگیم که 7 زبان میدونه نمیدونم 9 تا دیپلم داره. برادر عزیز من یگان گرنی نیستم. مکتب تا صف 9 خواندم. 3 سال دیگه بگیم که معلمی خوندگیم. معلمی صنف ابتدایی تا صنف 4. من یگان گرنی نیستم. من سوارچی من تراکتوریستم. من باش نیکرانم. من نمیخلکی یگان چیز دیگر نیست. من پروسه اینو عدالتی ها را میبینم میبرم بگیم که حرف میزنم میگم که همین کارا درسته نه کار درسته. من یگان عالمی نوک نیستم که یگان جاملو نیستم یگان چی نیستم. درسته اینم میبینم که ناحقی داره رحمان ظلم داره نسبت مردمم. مردم بیگناه میبره زندان میکنه. میبرم این همین چیزا ناراضگی ما بیان میکنم. همین حدیثی من میاد حاضی اگر حدیثی ما یگان کار دیگه بیاد که رحمان فچپا کرده شود والله قسم 15 مینوت برای من غیره. 15 مینوت من میخوام که برم در وطن خودم زندگی بکنم. میخوام که در پیش پدر و مادر خودم باشم. میخوام که بگیم بیار رفیقام بگیم که یکجا باشم. امروز نفرات توی دارن من نمیبینم. امروز خشت باره من از دنیا میگذرن من اونو انسان نمیبینم. این چیز زندگی من بیام در اروپا نمیدونم حمیدی بگیم که فارسومی همیجا بگیم که مهر بنده به همه اروپا دیگه در همه اروپا بمونیم. نگاه بکنه که آدمایی که پیش ایما بودن مبارزه میبردن در 5 سال 7 سال بگیم که برگشتن رفتن به هدفهاشون رسیدن. ما امروز اومدیم در 10 11 سال شد در اروپا ما یک بگیم اتحاده تاجیکا یک جا سبب نکردیم. نتونستیم مردمی تاجیک جمع کنیم. ما ترکا را میبینیم عربا را میبینیم دیگه ملت ها را میبینیم که بگیم میبینیم که بگیم اینا جمعیت دارن هر چیز دارن. ما چی به هیچ چیز را نداریم. یک چند نفر سوال کردم که بگیم سبب در چیه که اون انسان ها بگیم پیشرفت دارن ما نه. او آدم ها 60 سال شد 100 سال شد اینجا دارن. نه برادر عزیز
ما اگر 1000 سال بستیم در همه اروپا باور بکنید یک جمعیت ساز کردن نمیتونیم. 1000 سال. برای که یگان انسان در فکر هیچ چیز نیست که یک بگیم اتحاده یا یک جمعیتی تاجیکا یک دیاسپورا بسازه برای مردمی بگیم تاجیکه. نه مخالفش نه آدمایش که به ویزا اومدگن بگیم آلمان یا کلان اروپا یک دیاسپورا نیست. چی با ما یک یوریست نداریم که ما یوریست داریم متاسفانه نمیدونم میروان یا که تاکسی کار کرده سودیان یا که نمیدونم در گیجای بگیم دستافکا کار میکنن پیتزا میکشن. ما چون نمیتونیم یک یوریست همه کسا یک جا بشیم یک یوریست کمی مبلغ گذاری بکنیم که بروی ای طرز حقوقی ما را نشان بده که مردمی که اروپا میای باید چی کارها را تا بکنی باید تا چی کارها را باید نکنی. باور بکنی میان مردم نیمش دوبلین داره نمیدونم هزاران مشکلی ها هست که مردم دارن دپورت میکنن میرن به تاجیکستان زندانیشون میکنن. یک نفر نمیبره که این همینجا چند سال شده این مخالفا را 10-11 سال شد یک نفر نمیبره سویتت نمیتیه که بچه این ای کار باید نکنی این ای کار باید بکنی. کی سویت میتیه؟ یگان کس. به همین خاطر وقتی که ما نمیتونیم یک آدم دستگیری بکنیم سویت بتیم نمیدونم یک برنامه نمیسازیم که مردمی که بعد از ما میآید بگیم مشکلیایی که ما طی کردیم دیگرها مثال رنگ ما برای عذاب نکشن. نه ما خیلی عذاب کشیدیم متاسفانه رنگ ما خدمت‌های تاجیکستان شدگی که من عذاب کشیدم بگذار عذاب بکشد. ما همین خیلی اومدگیم ده متاسفانه. برادر عزیز وقتی که من در روسیه بودم کرانوف چی کار میکردم 2-3 تا شاگرد تیار کردم. اینک هم حاضر من بگیم که در اروپا بگیم همین کار ده بگیم که سر کار کرده شدم. انشالله که بر روزای نزدیک کار میبرم بگیم که پرکتیکاها و این چیزها را من گذاشتم. انشالله که بازم من در همین اروپا هم چند تا دیگه شاگرد همین ساحه خودم تیار میکنم. کدام نفری همین تاجیک در اروپا آمد یگان هنر آموخت یگان کار آموخت بگیم که یک شاگرد تیار کرده باشه. همه قفای زندگی چه قفای بیزنس قفای زندگی یگان کس در فکری بازگشت به وطن یگان برنامه نداره. وقتی که میگو که برنامه نداره بعد زیق میشون بعد سوگیرکاش زنگ میزنن یا که نمیدونم من دیگه یگان چی نمیگم. برادر عزیز بیننده های گرامی کسانی که میخواهند یگان کار بکنه بیای برادر عزیز یگان کار میکنیم. به همین یگان نفر نه که یک نفر دیگر میاد برای ما بگیم یگان کار میکنه. اگر شما به همین امام مهدی باشه ولی به قریبی نمیاد امام مهدی. به همین خاطر میتونه که چای کبوت دم کنه و یا انباش بکنه بشینه ولی به قریبی امام مهدی نمیاد که مثال شما را آزاد بکنه. خب افا جراس یگان چیز دیگه گفتنی باشه بگین ما انشالله چند نفر دیگه از در استودیو من همین مخالفه را گفتنی گفتم همین که امنیت بیام MVD بیام پروکراتور دیگه همش با کی وظیفه داشته که باشد کلان تاجیکستان با یک قیمه کلان تاجیکستان با هست میدونم بیزنس منا با میگم همه ما میخواهیم آزاد شدن ایلی نمیخواهیم همین چیز یک تا سوال کلان عادی اتک جواب دادم پرابلم داخل بودگشان فهمیده می شود. این خو ما را اجداد دارد. ما یک جایی که نشدیم این خو هیچ کار کردن نمیتونن. این خو برای آن که تاجیکستان با اینا امین نشان هست طرفی ضعیفش بسیار بعد با کار میکند دیگه جا با کار میکند اینا هیچ کار کردن نمیتونند. اتکریتش کار کردن نمیتواند علاج اینا ندارد. برای آنکه
درون داخل هسته ما بیرون بودگو خب بیایم حالی هم دیر شد اوجه داونا دیر شدگی داونا پایز اوجه گذشته رفته است اوجه بلیت ما سختگی با همین گفته استیم که با بیایتان نخواد که ما خسته بیایتان آزاد شدن خواهی بیا نخواهی اکریت گوکی من نمیخواهم همین غلام را من انتخاب کرده من برای اهل اویلم برای 400 پولم برای همین اروپا زندگی کردم من به نیفورت میخوام غلام اروپا این غلام دیگه خوجا اولاتان شما را پلاتیت کداز پول بداز همین را خدمت کرده استیم همین جز فوریدگی باشد نه پجالسته ما هیچی نمیگوییم اتک نه همین غلامی را من غلام شدم فرزنده ردنای خودم فرزنده ردنای خودم آزاد کردن خواهم میخیزم میبیام نه من غلام شدم پدرم غلام شده گذشت باباهم غلام شده گذشت فرزنده من غلام بشد گویه گشتن گیر همین چیز گپ دیگه هیچی من دیگه گپم نمیزنم بیا گفته غلام شده تولد شده غلام شده میموری نباشه فرزاد دم هایی که غلام تولد کردن دیگه همین فرزند غلام شده پدر من غلام بود گفتم نگردد همین عقیده من همینجا شینانده ماندگی دیگه هیچی دیگه گم ندارم من تحقیرم نمیکنم دشنا من نمیکنم دیگه چیزم نمیکنم خواهیتان کلانا بیایتان نه خواهیتان خودتان میدانید غلام را انتخاب کردید خوش آمده در غلامی من غلامی نمیخواهم من خواهم حاضر تاجیکستان میرم برای چی؟ برای اون که من نمیترسم من ریسک کرده میتونم من نمیترسم از شما میترسید خوجا الاتم پول نمیتید خوشرای زندگی نمید برای همون چیز خودتان میدانیدان در پناه خداوند باشتان شما داشتم خفه نشوم یگان اینجا گپ خفه شیدی هم نیست اکن خودشان میداند همین چیز گپه آزادی ایل غلامی همین چیز غلام باشه گشتنگر آزاده باشه بیا در پناه خداوند نگهبانت باشه زیاد نگهبان